مادام احترام دارم خدمت همکاران رسانه‌ای عزیزم. خسته نباشید. خدا قوت میگم به شما. در خدمت جناب آقای آرش بورانی هستیم، سرمربی تیم شهرداری آستارا. صحبت‌های ایشون رو میشنویم. دوستان اگه سوالی داشته باشن پاسخ بدید. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما. زحمت کشیدید تشریف بردید. بازی نسبتاً خوبی بود. توی جدول فکر می‌کنم شرایط دو تا تیم به گونه‌ای بود که یه ذره حساس کردیم بازی رو، ولی به نظرم از این دو تا تیم بازی خوب بود و تبریک میگم به تیم خوب داماش. خیلی خوب جنگیدن، تلاش کردن و تونستن بازی رو هم ببرن. من حالا دنبال بهونه نیستم، نمیخوام این باختمون حالا به نوعی توجیه کنم، ولی متاسفانه من 3 تا از بازیکن‌های خوبم رو قبل از این بازی به خاطر مسئولیت از دست دادم و یه بازیکنم به دلیل محرومیت و خب فکر می‌کنم بیشتر از 40% تیممو نداشتم اصلا. حالا جوانایی که بازی کردن بازی خوبی انجام بدن و انتظارات نباید توی همچین بازی از اینا حالا اینقدر بالا باشه که بتونن بیان حالا بخوان نتیجه رو واسه ما عوض کنن، ولی خب از تلاششون و دوندگی که داشتن تشکر میکنن. بچه‌های خودم حقیقتا با مشکلاتی که دارن و حالا شرایطی که داریم خیلی خوب و با غیرت و با زحمت اومدن بازی کردن. از اونا هم تشکر میکنم که اومدن به خاطر تیمشون خودشون تمام زحمتشون رو کشیدن، ولی خب فوتبال همین. متاسفانه توی غفلت دقیقه 4 گل خوردیم و تیمی هم که شاکله تیمیش 40% عوض شدهش خیلی سخته بخواد بیاد حالا در ادامه بازی سریع برگرده و متاسفانه اون غفلت خیلی به تیم ضربه زد و نتونستیم اون فوتبالی که انتظار داشتیم و برنامه داشتیم درست پیاده کنیم. یه ذره احساسی شده بودیم توی یکی دو تا صحنه متاسفانه موقعیت دادیم به تیم داماش، ولی خب نیمه دوم تغییر تاکتیک دادیم و تونستیم موقعیت‌های خوبی خلق کنیم. متاسفانه نتونستیم به گل تبدیل شیم. در کل من از این بچه‌هایی که الان امروز اومدن اینجا بازی کردن، تلاششون کردن، غیرت گذاشتن تشکر میکنم. بازیکنایی هستن که حقشون خیلی بیشتر از این است و بعدها مطمئنا خیلی بیشتر و کاملتر از اینا خواهید شد. آقای بورانی خسته نباشید. تیم شهرداری آستارا با توجه به اینکه فاصله زیادی و منطقه سقوط نداره یه جورایی روی بازی 6 امتیازی هم یه جورایی روش واگذار کردید. می‌بینید که این تیم سهمیه‌اش تو استان حفظ میشه با توجه به اینکه آستارا یه جورایی تیم هم استانی و برای مردم راش دوست داشتنیه. آیا می‌بینید که این تیم با قاطعیت توی لیگ دسته یک موندگار بشه یا؟ ببینید من همینجوری خدمتتون عرض کردم، ما امروز با 4 تا 5 تا بازیکن اصلی متاسفانه میگم نتونستیم تو این بازی ظاهر شه و شاید هم بازی بعدم یکی دو تا بازی بعدم نرسن. این کارمون خیلی مشکل میکنه. و فوتبال هم همین چیزا داره و بعد پیش بینی کنیم این شرایط رو. ما حالا یه دونه جا داریم ان شاءالله بتونیم ازش از این بازیکنی که میتونیم بگیریم بهترین استفاده رو بکنیم تا امید خدا بتونیم با صلابت بهتر بازیکن حداقل داشته باشیم که بتونیم توی بازی‌ها بریم با بازیکنای با تجربه. الان امروز من 3 تا جوان بازی دادم، حسام اولین بازیش بود توی رده بزرگسالان. یه جوونیه که 2 سال دیگه هنوز امید 17 سالشه. خب توی همچین بازی سنگین خب کار سخت میشه برامون. حالا با امید خدا ما بازیکنای مصدوم برسن ان شاءالله بتونیم یه دونه بازیکنی هم که میتونیم بگیریم تو جایی که احتیاج داریم تا بتونیم با امید خدا بازی‌های بعد رو نیمکت حداقل دستمون پر باشه، بتونیم
از بازیکنای با تجربه‌تر و بهتر